از 1 تا 10 به ذریع‌پوشی خودت چند میدی؟ 6. 6 یعنی متوسطه رو به خوب میدی دیگه. ادعای زرنگیت که نمیشه. سوال سخت که نپرسم. نه. 5 یعنی متوسط. نه پایین نه بالا. کدوم کلیده که هیچ دری رو باز نمیکنه؟ دری که باز چیز قفل نیست. نه مثلا در قفل باشه. شما فکر کردی؟ بله به نتیجه نرسیدم. هیچ نتیجه‌ای نرسید داداش که کلیدیه خب که هیچ دری رو باز نمیکنه. نمیدونم. شما اگه میدونید توی کامنت ها بنویسید. فرض کنید دکتر بهتون 3 تا قرص داده، گفته که فاصله استفاده بین هر کدوم باید نیم ساعت باشه. چند ساعت طول میکشه کل قرص ها رو بخورید؟ فاصله بین هر کدومش؟ فاصله بین هر کدوم نیم ساعت باشه. فاصله هر کدومش باید نیم ساعت باشه. بله. 1 ساعت و نیم دیگه قاعدتا. فاصله هر کدومش باید نیم ساعت باشه. نیم ساعت باشه. 1 ساعت و نیم میشه فاصله هر کدومش رو حساب کنیم. چرا؟ 3 تا قرص مگه نیست؟ خب هر کدومش نیم ساعت. باید 1 ساعت و نیم. نظر تو چیه؟ 2 ساعت. فرض کن عضو خانواده 9 نفری اسم بچه‌ها به ترتیب شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه است. اسم فرزند هفتم چی؟ جمعه است دیگه. شنبه. 6 شنبه. شنبه رو اسمشو گفت. شیش شنبه. نمیدونم. هفته. هفت شنبه. شنبه، یک شنبه، دوشنبه. فرزند آخر؟ فرزند آخر. جمعه دیگه خب. نه جمعه نیست. شنبه یه شنبه. 5 سه شنبه. 8 سالم میشد دیگه. بهش تقلب دادن 10 تا از سنشون کم کنه. 8 سالم اولا. سلام. درود بر شما. سلامت باشین. اسمت؟ عرشه کی هست؟ آیدیش هم داد. عرشیا به ذریع‌پوشی خودت از 1 تا 10 چند میدی؟ 5 6 اینطورا. 5 یا 6؟ 6 6. چند سالته عرشیا؟ 18. 18. اگه 10 سال پیش به دنیا می اومدی الان چند سالته؟ 8 سالم دیگه قاعدتا. نه اگه 10 سال پیش به دنیا می اومدی الان سال 1403 چند سالت بود؟ 8 سالم میشد. بهش تقلب دادن 10 تا از سنشون کم کنه. 8 سالم اولا گفتم 8 سال. باید بری یه آزمون بدی یه تست بدی. عرشیا اگر اوکی که من این ویدیو رو داخل پیجم پخش کنم یا اوکی به دوربینم هم نشون بده. از 1 تا 10 به ذریع‌پوشی خودتون چند میدید؟ 1. 0 و 1. چه سوالی از اینا بپرسم؟ کجا میشه جاده بدون ماشین، جنگل بدون درخت و شهر بدون خونه پیدا کرد؟ هوا. هوا؟ جاده بدون ماشینه دیگه. هوا. نه چون چی نداره دیگه. زمین صافه واسه. اصلا شهر بدون خونه است اونجا. نمیدونم پس. اطلاعی ندارم. اصلا